فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. چهار شماره اخیرشون 8657 از شهرستان پاوه نوشتن که آیا نوشتن آیات قرآن بر روی کاغذ به عنوان دعا خلاف شرع است یا جایز است؟ من قبلا در ابتدای همین برنامه بود عرض کردم اون چیزی که از نظر شرعی وجود داره دعا هست، اذکار صباح و مسا هستند که برای دفع این ضرر انسان بخواند و معوذتین آیت الکرسی هست، یا اینکه در هنگام قبل از خوابیدن انسان این ادعیه را بخواند و این دعاها را بخواند، خصوصا معوذتین را و آیت الکرسی را بخواند و در کف دستهای خودشون بدمد و تمام بدن خودش را دست بکشد و مس بکند. اینها راههای شرعی هستند برای اینی که گفتند که قرآن شفا هست. قرآن شفا هست یعنی این که خواندن قرآن، تلاوت کردن قرآن، عمل کردن بر قرآن، این شفای بسیاری از امراض درونی و امراض روحی و روانی هست. اما این که قرآن را بگیرند و بر روی کاغذی بنویسند و برگردن آویزان بکنند، این خلاف شرع هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نشده و عقلا اگر شما هم تصور بکنید، خب وقتی که این آیه قرآن شما نوشتید تو جیب شما هست یا برگردن شما آویزان شده، خب انسان گاهی وقتی بیوضو می شود، گاهی وقتی در حالت جنابت هست یا زنان در حالت قاعدگی هستند، یا این که شما وارد مکانی می شوید مانند دستشویی که جایز نیست و حرام هست که شما آیات قرآن رو همراه خودتون داشته باشید، یا این که مثلا می خوابید یک جایی این آیه زیر بدن شما قرار می گیرد و موارد بسیار زیاد دیگری که به هیچ عنوان اینها جایز نیست. بله برخی از علما گفتند که جایز هست، این حد اقل که قولی که در اینجا هست خود تعویض، آویزان کردن تعویض، اگر این تعویضها به صورت کلی طلسم باشه، حروف و اعدادی باشه که اصلا معنی و مشخص نیست، حرکات و اشکال هندسی و ریاضی باشه، اینو شما میدونید، اینو باید نگاه بکنید ببینید، یک حداقل این تعویض‌ها رو نگاه بکنید، باز بکنید. بیشتر کسانی که تعویض می‌نویسند یا متاسفانه کتاب‌های تعویضی که وجود داره همین اشکالی هست و خطوطی هست و اشکال هندسی هست و رمز و رموز و اعدادی هست و احیانا استمداد از غیر الله هست که در شرک بودنش هیچ گونه شکی وجود نداره. اینها به هیچ عنوانی جایز نیست. همون حدیثی رو من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که من علق تمیمه فلا اتم الله له، کسی که در گردن خودش چیزی رو آویزان بکنه الله متعال اون رو به مرادش نرساند، یا اینکه فقط اشرک مرتکب شرک شده. این تعویض‌هایی که حروف ناخوانی دارند یا اعداد و ارقامی دارند یا اشکال هندسی دارند یا استمداد از غیر الله هست، اینا حرام قطعی و 100% هست. هیچ کسی از ائمه بزرگوار ما به جواز چنین کارهای فتوا ندادن. فقط در مورد آویزان کردن آیاتی از قرآن کریم در اینجا برخی از علما حکم جواز رو صادر کردن، اما با توجه به مطالبی که من عرض کردم که این آیات قرآن رو شما در دستشویی میبرید، در حالت ناپاکی همراه شما هست، یا اینکه بر روی آن میخوابید و محظورات شرعی دیگری که وجود داره، پس بنابراین حتی این مورد هم جایز نیست و این گذشته از این از اعمال و عملکرد رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نیست. بله اون چیزی که استشفای از قرآن هست، شفا گرفتن از قرآن هست، به صورت دمیدن جایز هست. شما میتونید بر بیمار خودتون آیات قرآن را خصوصا سوره فاتحه را یا معوذتین را بخوانید و بدمید، هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. یا اینکه خود شما بخوانید و بر خودتون بدمید، هیچ گونه اشکالی ندارد. یا اینکه آیات قرآن رو بر لیوان آبی بدمید و لیوان رو به اصطلاح آبش رو دم بکنید و اون رو بیمار بخورد، این هیچ گونه اشکالی ندارد. این مواردی هست که در شریعت اسلامی علما اینها رو تبیین کردن و بیان شده که اشکالی نداره. اما آویزان کردن تعویض ولو این که آیات قرآن داشته باشه خلاف اصل هست و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به خاطر پرهیز از ممنوعیت‌های دیگری که هست، به خاطر دوری جستن از بی احترامی به قرآن. حد اقلش این است که انسان مسلمان باید از این مورد هم باید پرهیز بکنه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.